السلام علیکم دوملو. من یک مخلصی اشدی شما هستم. اگر زن بگیری و زن نادختر براید، آیا با او زندگی کردن مرد را دیوس نمیکند؟ دادرای عزیز، اصلا خدا پرده کند از او خواهرایی که وقتی در حیات نو قدم میزنن نادختر میباشند. شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرف اروپا برای ما کتاب ها، عالم هاشون کتاب ها آورده دادستند. حاضر میگن در گازیت SSR خوندیم، در یک مقاله گازیت SSR یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب الکی شده تمام شده است که فقط دلالتشان بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اکو ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشین، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشین. چگونه که اون مردم عقیده شان همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشتی که یگان مرد قطعی تو ساز نگرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشتی که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است، همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمانیم، آخر ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینین جوانای ما اونقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن، پیش از زن گرفتن میپرسند کنی این دختر از چه خیل دختر بود؟ آیا دخترای کوچگرد نبود؟ دختری شبگرد نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسند. این از حسابش چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه ها، ننگ دارن بچه ها، ناموس دارن. ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیب او را پوشانی و خواب او توبه و ندامت کند که خیلی کن همین بدبختی را من کردم، با یگان جوانی بدبخت بی ناموس بی توفیق همین کار انجام گرفت، اکو مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی مثلا تو از جمله دیوسا نمیشوی. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای و غیرت ندارد، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای و غیرت ندارد، پیش راهی او را گرفتن نمیتواند. این را میگن دیوس. برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میآیین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره راه هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من امیر اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم، چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما انمی لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید، آخی نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخی یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچه هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما های، دختری تاجیکی ما های،
همین خواهرای ما همون بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او بعد صحت و سلامت میماند؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتاید پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میماند؟ در اینا بسیار با اهمیت باشین. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن لج بیاید. در همون مکتبای ما و شما هم همون معلمان الحمدلله مسلمانند، همونا هم دختر دارن. آخه در همون صنف وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم بیچاره خیالش طرفی هموای، معلم هم نگاهش به سوی هموای. یک بار از خانه برآمدن نگاه کنیم برادرای عزیز. من به نام خدا، به خاطر خدا و به خاطر دلسوزی خدا میگویم که همین چیزها در اهمیتی هستند، تا که پگاه بعد ما و شما یک خبری شوم، یک خبری ناراحت کننده را وقتی که در حالت قدگی ما میشنویم، بعد یا فشار خون میشیم یا فلج میشیم یا دیگر در معرکه های دوست و رفیق ما رفته اشتراک کردن نمیتونیم، گویم رد معرکه میشیم.